آرشگر رپ فارسی 051 اگر به سروش یه روز خوب میاد بکست کجاست؟ یه روز خوب که ما که نصف عمرمون رفت ریهامون پر دود پر پشتمون زخم. یه روز خوب که فقط رنگی قرصامون از وقتی یادمه فقط تو سفره بوده درد. یه روز خوب که همش دور بود که چی شد تا اینجاش که روی هامون کفرم پسوندم منتظر و چیم کرد مسافر بیاد رو لمن سخت شده علف اومد تلم تو کوچم. خسته هم از این آرزوم که اون پشت ویترین تو بگو شب زندگی آخی بازم کشیم پناه بردم از این وضعیه باز به رول و ویسکی دامونیم همه شبی مترو رو پول بیستیم. من خسته هم مثل تو از این سکته های درد جو اسم نسلم رو بذار تولدهای بد جا پیرترین جوون های باز این کره خاکیم که نسل خنده های علکی فقط تو عکس ها فرزا. یو خسته یه روح کهن پیر خسته میگی کلی باز جهنمی زون شکسته. تو مغزم پر از سر صدا سنگو عوارض بگیر بوده سر پل استراد. دستمزدشم هنوز نگرفته شوخی کردم از خستگی همش باز خودت تهش سهامداری داره بستگی به تو که چقدر سرمایه بذاری چه بذری بکاری. منظورم اعمال و ایمانته به آقا جون و کل کائناتش که بی ارادهش نمیفته برگرد درخت. خستم غیر آغوش تو دیگه جای خوابم نمیگیره. بیا یه انقلابی کن تو حال این بنده که دیگه نمیبینه غیر تو توی این حوالی و احوال. خستم شاید تو چیدن ستاره ها بودم دخیل پر از ابهامم مه‌آلود. میگی کل ابرا رو شکل دادم و فوتشون کردم زیر این گنبد کبود که توش غیر خودت هیچ کس نبود. یه پیرمرد کم تجربه که خیلی وقتی یه سری چیزا رو دید ترسید ولی ادامه داد تا بهش رسید آخرش. هرچند مقصدی وجود نداره همش مسیره میرسی بهش اندازه باوره. یو 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 4 4 4 0 5 1 پر رو